навиди бомдодии از رادیو آزادی تقدیم شما بینندگان عزیز. امیدوارم روزتون با برور باشد. ساعت با وقت پرگ هفته صبح است و من آماده هستم که خبرهای تاجیکستان جهان را برای شما برسانم. سپاس که صبح خود را با ما آغاز میکنید، اما من شروع میکنم از وضع باد و هوا. در پرگ که همین حالا من از اینجا با شما صحبت دارم، هوای بارانی در نظر است. احتمال میرود که گرمی به 7 درجه برسد. در مسکو هوا ابری خواهد بود امروز و همین گونه 7 درجه گرم می شود. در پایتخت تاجیکستان نیز هوا ابری است و حرارت 12 درجه را تشکیل خواهد داد. مقامات بانک ملی تاجیکستان خبر دادند که نظام وسترن یونین به مرکز ملی پروسسینگی کشور پیوسته است. حدود یک ماه پیش به دلیل فعال شدن مرکز پولگذرانی در تاجیکستان، وسترن یونین و بعضی از نظام‌های دیگر انتقال پول به کشور را قطع کردند. این سومین نظام انتقال پول می باشد که به مرکز پروسسینگی بانک ملی پیوست. اما نظام زلاتای کرونا که در میان مهاجران از همه سر استفاده است تا به حال به این نظام نپیوسته است. با گفته بانک ملی، نظام وسترن یونین در آغاز فعالیتش را با واسطه بانک اروند شروع نموده، دیرتر در بانک‌های دیگر نیز فعال می شود. یادآور می شویم که با قرار بانک ملی امروز و فردا آنهایی که پولهایشان در زلاتای کرونا درمانده بودند می توانند این مبلغشان را دسترس کنند. اما بانک ملی درباره آنکه بعد 25 دکبر تقدیر پولهای طریق این نظام فرستاده چی می شود چیزی نگفته است. این در حالی است که با گفته یکی از کارمندان بانک پول زیادی مردم در زلاتای کرونا درمانده است. فرهاد یولداشف، مالک کارخانه نصب تجهیزات گازی در شهر بوستان ولایت سوخت، اعتراضش را از عملکرد مسئولان اداره انداز به طور بی‌سابقه به نمایش گذاشت. او به در کارخانه‌اش نوشت که کارمند انداز از او حق می‌طلبد و به این خاطر کارگاهش را می‌فروشد. اما مسئولان اداره انداز شهر بوستان حق ستانیدن از این صاحبکار را رد کردند. اعلان یا اعتراض فرهاد یولداشف هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیاد روبرو گردید. یولداشف در آینه درآمد کارگاهش نوشت فروخته می شود کارمند انداز حسینوف بدیل هر ماه $500 دولت طلب دارد. بدیل حسین زاده سردار اداره اندازی شهر بوستان روز 20 دکبر به رادیو زاده گفت ادعای صاحبکار اساس ندارد و او یگان تنگه نگرفته است. فرهاد یولداشف صاحبکار توجیک روز 20 دکبر گفت کارمندان انداز از آنها حق کلان طلب کردند. به ادعای این صاحبکار وقتی از سپردن مبلغ خودداری کردیم به اداره ما کارمندان اداره آتش نشانی را دعوت نموده به در کارگاه مهر زدند. به ما حق بستند باز 106,000 سومانی جریمه. من مجبور شدم که همین خیل نویسم، گفت صاحبکار. اما بدیل حسین زاده سردار اداره انداز شهر بوستان خود صاحبکار را به آن متهم میکند که درآمدش را از انداز پنهان کرده است. تجارت اساسی یولداشف با گفته خودش اساساً در روسیه است و کارگاه نصب تجهیزات گازی در شهر بوستان یک بخش خردی تجارت او می باشد. بدیل حسین زاده که صاحبکار او را به گرفتن دوله متهم می کند به دوسیتونی شهر بوستان شکایت برده است. حسین زاده میگوید نشر اعلان دوله گرفتن او و پنج شدن آن در شبکه‌های اجتماعی شأن و شرف او و مقامات انداز را پس کرده است. با این همه صاحبکار فرهاد یولداشف گفت بعد سر و صدای زیاد در این باره رهبریت اداره انداز ولایت سوخت به او وعده دادند که دیگر برایش مشکل پیش نمی آید و بگذار به کارش ادامه بدهد. به این خاطر این صاحبکار میگه اعلان‌های اعتراض آمیز کننده کارمندانش را دوباره به کار دعوت کرده است. این بار اول نیست که نام بدیل حسین زاده سردار نظارت انداز شهر بوستان در رابطه با قضیه‌های آلوده به فساد رسانه‌ای میشود. 2 ماه پیش سامانه اخبار در یک گزارش تحقیقاتی نوشت بدیل حسین زاده برای هر کارگاه حق معین مقرر کرده است. آژانس این بارزه با کروپسیا به ضد دو دادرس شهر گلستان در ولایت سوخت پرونده جنایی باز کرده است. هر دو دادرس به گرفتن پاره و رشوه ستانی متهم میشوند. به گفته دو منبع نزدیک به تفتیش شد دادرس ها روز 13 دکبر هنگام گرفتن رشوه در اتاق کاری در بینای دادگاه بازداشت شدند. به قول مصاحبان رادیو زودی که نخواستند نامشان برده شود هنگام رشوه گرفتن عبدالخلیل رجبوف کارمند دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان نیز حضور داشته است. مفتشان برای صدور امر بازداشتی او هم به دادگاه مراجعت کردند ولی اتهام او بر رادیو آزادی معلوم نیست. دادرس‌های بازداشت شده نرگس یادگارزاده رئیس دادگاه گلستان و دادرس همین دادگاه مرادبک نصرالدین زاده روز 19 دکبر با فرمان پرزیدنت از مقام برکنار شدند. در این فرمان آمده است دادرس‌ها برای کرداری که شأن و اعتبار دادرس‌ها را پس میزند برکنار گردیدند. مقامات حفظی حقوق درباره سبب برکناری هر دو دادرس تا کنون اطلاعی ندادند.
اما همصحبتان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاه میباشند گفتند دادرس‌ها را کارمندان آژانسی هنگام گرفتن $2000 در اتاق کاریشان بازداشت کردند. به قول مصاحبان ما دادرس‌ها برای به نفع یک ساکن گلستان حل کردن دعوا درباره خانه رشوه طلب کردند. مفتشان آژانسی مبارزه با کروپسیا به دلیل ادامه تفتیشات از افشای نام این نفر خودداری می‌ورزند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند پس از عرض ساکنان به آژانسی ماموران آژانسی به اپل‌های علامت گذاری شده دادند تا برای بازداشت متهمان به جنایت دلیلی ثابت داشته باشند. دادرسای گلستان و کارمند دادگاه عالی در حال به پاراستانی ابدار میشوند که 3 هفته پیش رئیس جمهور امام رحمان با آنها و کارمندان دادگاه ها ملاقات ویژه داشت. او در این ملاقات از دادرسا خواست از رشوه ستانی پرهیز کنند و پرونده ها را عادلانه و بر اساس قانون بررسی نمایند. کارشناسان میگویند تا زمانی که مزد کاری دادرسا را زیاد نکنند این گونه دعوت و تاکیدها چندان ثمر نخواهند داشت. نزدیک 20 تن از بازداشت شده های گردهمایی روز 16 دکبر شهر الماتای قزاقستان روز سوم است که با نشان اعتراض از حبس ماموریشان گرسنه نشینی اعلام کردند. به گفته ژنر بالگابوی وکیل مدافع 2 تن از بازداشت شده ها با اعلان گرسنه نشینی طلب آزادی فوری را دارند. آنها گفتند تا زمان آزاد شدن گرسنه نشینی را دوام میدهند. دادگاهی که در شهر الماتای قزاقستان روز جمعه 20 دکبر پرونده بازداشت شده های گردهمایی روز 16 دکبر را بررسی و بیشتر از 20 تن را تا 15 روز حبس ماموری کرد. اعتراضهای روز 16 دکبر همچنین با 33مین سالگرد همایش‌های ضد شوروی در پایتخت سابق قزاقستان شهر الماتا و سالگی سرکوب خونین تظاهرات کارمندان شرکت‌های نفتی شهر ژناوزن راست آمد. هنگام نمایش‌های اعتراضی در قزاقستان 10 نفر از جمله ژورنالیستان و فعالان سیاسی و مدنی را دستگیر کردند. نمایش‌ها با طلب آزادی‌های بیشتر سیاسی و رهایی زندانیان سیاسی روز 16 دکبر برگزار گردید. پلیس بلاروس میگوید بیش از 500 کیلوگرم مواد نشآور غیرقانونی را مصادره کرده است که در تاریخ این کشور نظیر ندارد. وزارت امور داخلی بلاروس میگوید 23 دکبر 4 شهروند یکی از کشورهای بحری میان زمین از جمله یک زن آخر ماه نوامبر در مینسک بازداشت شدند. از آنها تخمیناً 550 کیلوگرم هروئین مصادره شده است. وزارت امور داخلی بلاروس نوار مواد مخدر و متهم‌ها را نمایش داد. به قول این دوره هروئین از افغانستان بوده میبایست به اتحادیه اروپا انتقال می‌یافت. امروز در آذربایجان حسابی آوازهای انتخاباتی محلی جریان دارد. حزب‌های مخالف حکومت به وجه عموم این انتخابات در جمهوری قفقازی سرشار از نفت و گاز را بایکوت کردند. در آذربایجان 118 حوزه انتخاباتی و 5000 پایگاه آوازدهی وجود دارد. در منطقه زیر نظارت جدایخواهان قره‌باغ کوهی انتخابات برگزار نشد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی آذربایجان گفت در آوازدهی 23 دکبر 15156 وکیل 1606 شورای محلی انتخاب می شوند. در آذربایجان تخمینا 10 میلیون اهالی به سر میبرند. در آوازدهی دیروزه تقریبا 1,600,000 نفر اشتراک کردند که کمتر از 33% مردم دارای حق رای دهی می باشد. بعضی رهبران مخالفین انتخابات را ناعادلانه ارزیابی نمودند، در آن شرکت نکردند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف سر از سال 2003 بعد از مرگ پدرش حیدر علیف سر قدرت آمد. یک عده آوازدهندگان به بخش حضاری رادیو آزادی شکایت کردند که در جریان آوازدهی حادثه های آواز دادن یک کس به جای چند نفر، آواز دادن یک نفر در چند حوزه آوازدهی و همچنان فشار بر روی ژورنالیستان جای داشته است. تا کنون ناظران کشورهای غربی یگان دفعه انتخابات آذربایجان را عادلانه بها ندادند. امریکا در برابر 9 کشور دیگر تاجیکستان را در فهرست کشورهای مایه نگرانی خاص از نظر مراعات نکردن حقوق دینی شامل کرد. در این باره مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا آخر هفته گذشته خبر داد و گفت حمایت از حقوق مذهبی یکی از اولویت‌های سیاست خارجی رئیس جمهور دونالد ترامپ است و هدف فهرست ادامه این کار مهم حکومت میباشد. در یک بیانیه رسمی مایک پامپئو که وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرده آمده است، روز 18 دکبر وزارت امور خارجه برما، چین، اریتریا، ایران، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان را دیگر باره همچون کشورهای مایه نگرانی خاص اعلام کرد، چون که به باور وزارت این کشورها پیوسته و مداوم آزادی‌های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند.
туркманистон ҳам айни тоҷикистон дар қатори кишварҳои мояи нигаронии хос истодааст ва вазорати умури хориҷии амрико ӯзбекистонро дар радифи русияву коморро дар феҳристи кишварҳои зери назорат нигоҳ дошт ки ҳуқуқи динии мардумро бисёр сахт зери по мекунанд. мақомоти тоҷикистон ҳанӯз ба ин эълони ҳукумати амрико ҷавоб надоданд, вале дар гузашта гуфтанд ки дар кишвар ҳама ҳуқуқи мазҳабӣ риоят мешавад ва арзёбиҳои хориҷиён аз вазъи ҳуқуқи динии мардум ғаразмандона ва нодуруст мебошад. гурӯҳи сокинони рӯстаҳои наздики Ому дар Афғонистон шикоят доранд ки туғёни ин рудхона ҳар сол замину боғҳои онҳоро ба Тоҷикистон медиҳад. ҷониби Тоҷикистон ҳанӯз ба ин шикоятҳо вокуниш накарданд. Мирзо Қули Паймон, раиси ноҳияи шуғнони Бадахшони Афғонистон, ба хабарнигори Радиои Озодӣ дар ин вилоят гуфт ба сабаби бардоштани девор дар соҳил аз самти Тоҷикистон маҷрои об тағйир ёфта ҷангалзор ва хонаҳои сокинони рӯстаҳои назди соҳил дар Афғонистонро вайрон кардааст. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз сӯи Бонки миллӣ ба таври зайл таъин шудааст. $1 сомаливу 69 дирам аст, €1 10 сомаливу 73 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 155 сомаливу 10 дирам. ташаккур ки бо мо будед ва дар ҷараёни рӯз шуморо бозам мунтазир мешавем бо хабарҳои тоза.